با وکیلان مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان تجهیزات معاصر مخابراتی از جمله 65 پلنشت و کامپیوتر و پرینتر دسترس کردند. در این باره روز 4 مای سال 2023 در سامانه صدای مردم نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان مدیر شعبه مطبوعات دستگاه مجلس عالی محمد عطا سلطانوف خبر داد جهت تقویت بخشیدن روند رسیدن به حکومت الکترونی با دستور رهبریت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای بهتر و شفاف نمودن روند معاشرت و قبول درخواست‌های شهروندان امروز به مجلس نمایندگان تکنیک و تجهیزات نو معاصر کمونیکاسیونی از جمله 65 پلنشت و کامپیوتر و پرینتر معاصر وارد شده به وکیلان مجلس نمایندگان دسترس شد. نوشته سخنگوی پارلمان بنا به شرح محمد عطا سلطانوف حکومت الکترونی نظامی است که برای تشکیل معاشرت ثمرناک جمعیتی همه مؤسسه و مقامات رسمی و غیر رسمی را متحد نموده برای آنها شرایط فراهم می‌آورد تا با استفاده از شبکه کامپیوتری گردش سندهای الکترونی بین اداروی را تامین سازند. همچنین به شخصان حقوقی و واقعی خدمت اطلاعاتی پیشنهاد شده عرض و شکایت‌های آنها بررسی کرده می شود. مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است که 41 وکیلش از حوزه‌های انفرادی و 22 وکیل باقی مانده‌اش توسط رویخط‌های حزبی از حوزه یگانه جمهوریوی انتخاب می شوند. اکثریت کرسی ها در مجلس نمایندگان از زمان تأسیسش وکیلان حزب حاکم خلقی دموکراتی در دست دارند. در سه انتخابات اول مجلس نمایندگان در سالهای 2000، 2005 و 2010 به حزب مخالف نهضت اسلامی و حزب کمونیستی نیز چند کرسی داده می شد، ولی از سال 2015 به این طرف کرسی های مجلس نمایندگان تنها به وکیلان از حزب حاکم و حزب‌های دیگر طرفدار حکومت کنونی داده می شوند. منتقدان وکیلان مجلس نمایندگان را به آن ادعا می کنند که هر قانون و قراری که حکومت می فرستد بدون بررسی جدی و اکثر وقت یک دلانه قبول می کنند.